وقت هستی بریمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان. سلام و درود. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز جماعت تبریکاتی شهنان در دهه خوشمنظر میرانقول عظیم هستیم. برای تبریک کردن به خانواده حاجی بابا عبدالرحیم بابا آمدیم امروز که جشن زادروزی خالدانه است. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام کلیم پاشاها، شخصا از نام ممنون آیتی و بکه عزیزکه منظور آیتی، از نام شهناز آیتی معصوم آیتی تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان به هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، مهمانان، مادران مهربان، همه شما را به روز خرسندی و این کاشانه زیبای حاجی بابا خوش آمدیتان میگوییم. برای ما لازم هستند البته صاحب جشن ما خالدانه همراهی حاجی بابا عبدالرحیم بابا یک تبارهشان قرصک میزنیم، پیشنهاد تکلیف میکنیم. مرحبا خالدانه بید نزدیکتر. حاجیانه مرحبا. السلام علیکم. شما نظمه امروز خاندانتان بیرم، روز خرسندی، جشن زادروزی فرشته خاندان. خالدانه زادروز مبارک باشد. روز تولد را، امروز میلاد ما را برایتان مبارکباد میگوییم. چطوری که میگویند با چشم ها دیدن فرشته مشکل است. فرزندان میگویند ما داریم فرشته اما دو قناتش نیست. همیشه برای ما دعاگوی هستند، از فرشته هم بالاتر، چرا که برای ما فرزندان از همه نیکی های دنیا و زمینی را، آسمانی را برای ما آرزو میکنند، نیت میکنند. مادری من امروز زادروز دارد. خدا کند 120 ساله شوند، همراهی حاجی بابا پدر عزیزمان خوشبخت شده، سعادتمند شده، در سری ما سایبان شده گردد. ما خورد بودیم جشن زادروزی مادرم و پدرم با چنین خش و تبارها در همین حولی زیبای پدر برگزار میکردیم. حاضر باشد همه کلان شدیم و همه از پسی تشویش و زندگی هستیم. از مادری من، از بهشت خاندانی من، گل ریحانی زندگی من عذر پرسید که جاش بیاید یک مرتبه تلفن کرده از حال و احوالشان خبر گرفته نمیتوانیم. خدا کند که آن مهنت ها که برای ما چندقدر سالها عمر خود را، جوانی خود را فدا کرده، برای ما فرزندان مهنت کردن، حضور و حلاوتش را بینند. امروز حاجی بابا چخیلی که تا سن نفقه بر آمدن حاجی بابا برای همین خلق میرانقول عظیم مهنت های شایان و شایسته کرده. حاجیانه باشد، مادر مهربان، خالدانه باشند، چندین سالها برای فرزندان مهنت سیاه کرده، برای آنها با مهنت های حلالشان همه خوشی های زندگی را آماده کرده.
امروز شما را از نام فرزندان، از نام ممنون آیتی، بهابکه، عزیزکه، منظور آیتی، از نام کلین پاشاها، شهناز آیتی، معصوم آیتی تبریک میگیم. گفتن زی تو دارم برای تو دلم دم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم دم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم دم میزند مادر. مادر عزیز خدا کند که چقدر که حاجی بابا به زیارت کعبه الله نصیب کرد، این دفعه به زیارت عمره نیو به حج کلام حج اکبر برای شما نصیب کند. باز رفته هر دو زیارت خانه خدا رفته آمدن برای شما نصیب کند. در این کاشانه زیبای حاجی بابا حجاشی ها شود آمده شما را تبریک کنیم و با چنین نیت های نیک از نام فرزندان عزیز در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است آماده کردن. البته با یک قرصک ها پیشکشی مادر میکنیم. مرحمت مبارک باشد. زاد روز مبارک. مادرم ای مادرم جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قد تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شامی تاریکی مرا، مهر افروزی منو هم یاورم. فتنه باران تا نریزد زی آسمان، سایبان گشتی تو بالای سرم. خالد خدا مادر بیجان چنین انسان بوده است که فرزند چی خطاگی کند چی بدی ها کند میبخشید است. مادر چنین شخصیت بوده است که آن یک کاری نیک فرزند را داستان میکرده است و یک خطاگی کرده آن را البته چشم پوشیده ناعیان میکرده است. با چنین هم پیغمبر خدا فرموده است که خداوند کریم همان روزی که مادر را می آفرد با دستش جنت را تحفه می سازد. بعد از چند لحظه آمده فرزند را تحفه کردن می شود ببیند که دو دستان زیبا و نازنین مادر البته با جنت است و مادران به یگان اندیشه آن جنت را با پیش پای خود می گذارند و ما فرزندان را با آغوشی گرم می گیرند. بزرگترین شخصیت زیباترین خلقت روی عالم این مادر است. زاد روزتان مبارک باشد. خالد خاله اکنون سال شوخی میکنیم راستش میگوییم چند سال شد تو اشتگیش با؟ 45 من امروز 45 سالگی عقد نکاح خدا کند که 50 و 100 سالگیش رو جشن گرفت. حاجی بابا چند بار گل پدر کردن شما با؟ نمه گل نامرده فقط پول آمرده حاجی بابا فقط گپی نست گل دسته درونش به پول دسته آمدگی قطار قطار تا فرزندای جا بجا کردن. اکنون باشد فقط حضور و حلاوت فرزندان را دیده گشتن برای شما هم وظیفه است. حاضر باشد انامین 45 سالگی با فقط وقتی توی با پدر کردگی امروز دیوم از شیست است نه خدا خواهد. حاضر با یک قرصک ها حاجی بابا خودش هم گل دسته تقدیم میکنند. مرحمت زادروز مبارک باشد. خالدانه مبارک باشد. با قرصک ها مبارک باشد. حاج بابا امروز شما عائله خوشبخت هستید. عائله خوشبخت رو برپا کردید. ساعت چند بود امروز تبریک کردگیتون با؟ امروز پگاه ساعت چند بود تبریک کردید؟ بعد از بامداد پیش از بامداد. اکنون پیش مهمانان با یک تا شرکت تبریک میکنیم. حاجیانه شوند و یک جویه 120 ساله شده هیچ وقت در دوغم زندگی را ندیده گشتن نصیب کند. مرحبا. خدا دعا که عمره بینی عمره عمری جانشو اساسی برکتی از خدایی چی نیتوی دارد آرزوش و مقصدش رسد. الهی ما در بالای همین نواره یه بارو دعاگوشانه خود امیدواریم. یک جویه پول شدن نصیب کند. اکنون باشد شیرینی کار تیار می کارتا تیار باشد اگر تارتا نزدیکتر می بیاریم. حاج بابا 45 سال پیش تارت پری نبودن؟ نه خیلی علانه ها نبود. همین حوله کلام با تو اشتگی بود می؟ نه پس پایان با خیر حاضر باشد الان ارمان های یک جویه میشکنیم. پیش از آن باشد از نام فرزندی عزیز که با راهبری برادرمان امروز زادروز را تشکیل کردیم با یک قرصک ها برای مادر عزیز انگشترین طلا دارند برای مادر میسپارند. تمام زر و زیور دنیا را پیشکشی مادر کنیم. کم است. مرحمت مبارک باشد. زادروز مبارک.
با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم، موج مویهای سفید در سفیدی ای دل است، با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل، در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم. مادر مهربان، بار دیگر زادروز مبارک، میلاد امروز برایتان مبارک باد میگویم. مبارک باشد. دو ماهم مادرم، دلجویمم دلبندیمم مرموسی پاهم مادرم، با تو امان یا به زمان صلح و صلاحم مادرم، با تو امان یا به زمان صلح و صلاحم مادرم. من فرزندان از دو طرفشون استحترام مرحمت. Стали звезды на год взрослей, лица волосы с календаря, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское подало. مبارک باشد. ممنونیتی خیلی ممنونیتی. مرحمت. یک دیاناشون بیاناشون بیستید. اولین فرزند از اولین تحفه خداوند میخواهند شما را تبریک گویند. مرحمت. ممنونیتی. اولا بار هم مایکاتون در درگاهی پیدا کن. همین داستان ما بیم دادیم ایلوی عمره کوی درست کرد. ایلوی میگیرش فقط درست کوی نکمان کردم. در نیمره ها فقط دعاگوی و تو یکشون باز سر شده گردم. پروردگار همینا امیدوار هستی. همه یکاتون خوش آمده بکن مهمانان عزیز. ایلوی مادری عزیز ساله شوی. خیلی اکن دونیسته یکون قفل داگی بوشیم. اکن همیشه آروی وی میدونم مادر میبخشیدگی شما هم پدر جون اکن خبر میگیریم در سرکمون ساق باشید. ایروش با عمره کوی دروزی و ایتیاد در سرمون ساق باشید پدر. 50 سال در خدمتی خلق گشته. از پشتتون فقط گپوی وی خوش شده. منم هم جو بجو کرده. فقط در روزه کوی نیک گشتیم. در روزه کوی ایروش با فقط نیوره تویو با دو گوش دگر پدری عزیز. رحمت. سلامت باشد. و حبکه و عزیزه که گذارتون یادشون بر. مرحمت. مرحمت. برید شما نزدیک کرد. مرحمت. منظورایتی کرین ها کنه شهنازایتی موسومایتی گذارتون هم آتون یک جای استیتان یک تا از نام شوهرها کرین ها تبریک میگن. مرحمت. السلام علیکم. خوش آمدید به درگاه پدر مادری من. لم سر دادرم دادم که خوشا پیر شوند به سر ما سال کردن. رحمت کلام شما با. السلام علیکم محمد. من امروز بیرون در ازدواج شده است. من بیرون با رزق دراز فراز در سر موقع همه وقت ساق سلامت کردن.
من بیرون گتی ملامت من دلشمرم جندگی ادیتنم بزرگ نپرسیم میبخشی بیرون جو من نبره های کرن داشتن نبره کرنو اما وقت دستری موضوع سلامت کرده نبره کرنو آورده سرش کرده ایلوی سه تا این فرزندی من بچه من خونه جادار کرده 100 سالش کرده بیرون چون بزرگ نپرسیم باید سلامت باشن در انتظار کردیم Erkeklerli falan da var. مرحبا گذارید Hiç yapayım ki daha این کس بسید فقط رقص است که تبریک میکنه مرحبا خلاها Kuşlayacağım, kuşlayacağım. السلام علیکم مهمانان عزیز من امروز در خاندان این همسایه عزیزی من خالده زادروز شده استاده است من میخواهم که این همه وقت ساخت سلامت در بالای برای چقش بوده با همسایه با همراهی همسایه ما پیر و با دولت شده همه وقت ساخت سلامت کردیم رفت اومد هیچ کنده نشوه یک خواهر بنیشته کردیم السلام علیکم مهمانان عزیز و در روحی دادرس هم خوشم دیدم امروز روزی اوسونکم اوسون جان لم صحب بداره تو دل حالات بلیاکون ایوارا چهارا کو بینی اکا شویم کدی اوسونم خوشا پیر شویتم در این حولی های جنتی جنت چیزا کردتون ایوارا چهارا خطور حالات شبینتون خب چی بگی علم هوا رفتی بیا کمده نشود ما چهار اوسونو خدا بشکر خود خواهر و دادر و انخید هیچ یکون بار گندگی نکردیم من یه فرزند خو هم یکاشون حضور حلوت یک دیگر رو بینیم خدا جا بکشیدیم در این حال یکا تو شود رودخونه شود شوندتون هم یکاتون به همه عزیز اولا بار السلام علیکم مهمانان عزیز و میزبانان گرامی همه شمایان با معلوم هست که امروز آنا جانم خالده آنم تولد ایامشان شده ایستاده است من از این فرصت استفاده برده بابا جانم که آنا جانم به عمر دراز رزق فراز با اینها ساخت سلامتی میطلبم در سرهای نبره هاشان الهیم صد بدرایند و فقط نبره های دیده گشتن نصیب روزی گرداند الهیم خیش و تبار که این پادشاه وعده کردن که ما رقص است که اثبات میکنیم گفتن و البته نوبت رو به رقص میدهیم یک جای میرقصیم بار دیگر حاجی بابا خالدانه امروز زادروز مبارک همیشه صحت سلامت گردید خدا کند که در 120 سالگیتون در دم پیری آمده برای ما نصیب کردن تبریک کردن نصیب کند میگویم مرحبا Yar ama kalbine yaram ama
تاجیکچه گپراته در کجا کجاده باشم نقطراته اینک بیننده های عزیز، امروز در خانواده عبدالرحیم حاجی بابا مهمان شده خالدانه را در جشن زادروزشان در روز میلاد امروز تبریک کردیم. امروز لحظه های خرسندی، شادیانه و تاریخی را پیشکش شما کردیم با شبکه شهنان. البته با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. سلامت باشید، برای همش مهمان دارید.